رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمی. بابک بهار چی شده؟ بابا وسط چله تابستونیم چرا شعر بهار؟ حافظ برای فصول شعر نگفته خب که؟ باشه این همه شعر باشه. داره حافظ، یه حتما دونه باید مناسب. بهار باشه. یه دونه مناسب میگم. پس از اول مناسب میگم. نفس باد صبا مشک فشان خواهد. بابا اینم مال عیده که. بابا من که همه دیوان حافظی بلد حفظ نیستم، 3 تا بیت بلدم همینه دیگه، یه دونه دیگه بیشتر بلد نیستم. بابا جون وسط صبر مرغات کن. چرا ما حتما باید با شعر بهاری و عیدی شروع بینندگان کنیم؟ عزیز، ما چون سر این آیتم به تفاهم نمیرسیم، این برنامه رو بدون سلام علیک شروع میکنیم. برنامه رو شروع میکنیم. بینندگان عزیز برنامه رو شروع میکنیم. اما خودمونیم شروع متفاوتی شد. بله، شروع کنیم برنامه رو. این بار مهران منتظر خبرهای تو نمیمونم. میخوام از یک کشف جدید بگم. چی شده؟ سیاره جدید کشف شده؟ اون از اون بالاتر. قاره جدید کشف شده؟ قاره دیگه نمونده کشف کنن که. پس چیه داستان؟ آها. از یک فیلم رونمایی شده ملاقات پوزیده یعنی پزشکیان با رهبر پوسیده یعنی کینگ مجتبی توی یک اتاقی. اینم فیلمش. آها. دیدی؟ عجب بابا چه فیلمی بود. فقط تنها موضوع مشکوکشون پنکه بالای سر مجتبی بود که به نظر میاد فرکانساشو اینا ممکنه جاشو لو بده. خوب جایی کلیک کردی. دقیقاً اون پنکه رو دشمنای نظام کار گذاشته بودن جدی؟ که مثل یک سلاح مرگبار در یک نقطه از این ملاقات عمل کرد و کاسه کوزه ملاقات رو به هم زد. فیلمش هم از فیلمه؟ آره فیلمش نگاه کن. عجب. بابک اینا همه هوش مصنوعی، تابلو هوش مصنوعی. اولا. فیلم ملاقات چیه؟ سر این هوش مصنوعی طبق قوانین جدید مجلس رژیم هر سیاه نمایی از رژیم اوضاع نظام جرم محسوب میشه. سیاه نمایی نکن. دوم این که تو اصلا سیس پزشکیان دیدی؟ من اول که این فیلمو دیدم فکر کردم نون ببر کباب بیاد دارن بازی میکنن. تازه اصلا گیریم هوش مصنوعی. خود پزشکیان اومد گفت 7 ساعت نشستیم با رهبر انقلاب از هر دری سخن گفتیم. خیلی به اصطلاح جلسه خوبی بود. از هر دری گفتیم، همه مشکلات رو گفتیم، دغدغه‌هامون رو گفتیم. از نظر سلامت کاملا سالم بودن. یعنی کسی که میتونه بشینه اونجا 7 ساعت 8 ساعت با ما بحث بکنه نمیتونه آدم مشکل داری باشه. خیلی راحت حرفای ما رو گوش میداد، بحث میکرد، حرفای خودشون رو میفرمودن. به هر حال جلسه خوبی بود. خب حالا این نتیجه دیداری که اینجوری با آب و تاب میگه از هر دری گفتیم چی شد؟ اصلا نگفت خروجی این گفتگو چی شد؟ خروجی این گفتگو رو اول یه مثال بزنم. اون داستان اون دزد شنیدی بودی؟ نصف شب رفته بود گاف صندوق طرفو باز میکرد. طرف گفت چه کار میکنی؟ گفت دارم ویولون میزنم. گفت چرا صداش نمیاد؟ گفت صبح صداشو میشنوی. حالا صدای ویولون پزشکیان مجتبی فردا صبح نه همون شب در اومد. نگاه کن. رئیس جمهور در حکمی دکتر محسن رضایی را به دبیری شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. این هم صداش. پاسدار، دکتر، فیلد مارشال، دکترای اقتصاد با گرایش پول، با معدل 19، کاندیدای مادام العمر، کسی که برای اولین بار در تاریخ انتخابات جهان از رأی باطله شکست خورد، مبتکر تاکتیک‌های ناشناخته، مبتکر تاکتیک‌های ناشناخته نظام. دیگه تا 5 صفحه میشه گفت. چیکاره شد؟ یک باره به عنوان دبیر عالی شورای عالی امنیت رژیم معرفی شد. خب بابا مگه پزشکیان چند روز قبلش نگفته بود که جابجایی نیست و یه اختلافاتی با ذوالقدر هست که این برطرف میشه؟ اینا خبرش اینا. پس چی شد؟ اتفاقا برطرف شد. اصلا شیوه برطرف شدنش هم تو همین ملاقات فیلمش هست. نگاه کن اینطوری برطرف شد. همونطور که مشاهده میکنید بینندگان عزیز، بازی نون بیار کباب ببر تبدیل شد به بازی خرپولیس. من بابام مرده و خودم حالا آشولم، فتنه ها به پا بشه کمرم تا میشه، وای 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 خیلی افتضاح میشه.
جامون با میشه وای 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 دست و پام شکسته حالم خرابه والا. اینطور که پیداست اون تاکتیکای ناشناخته سبزعلی رضایی کارشو کرده. پایی رو ناشناخته، یه تاکتیکای ناشناخته‌ای داریم، انشالله به امید خدا به فضل پروردگار متعال از همون رمز ناشناختگی استفاده خواهیم کرد. آره دیگه، یعنی کینگ مجتبی با گماردن و گذاشتن چند رسم پاسدار دور پزشکیان و شام خرد جمعی رو با خران جمعی محاصره کرد. بابک یادت اون آخوند خرازی چند وقت پیش همینو دقیقاً گفت قرار ذوالقدر عوض بشه و محسن رضایی بیاد و بعد اومدن اینو تکذیب کردن اصلا. بنابراین همین هم دارن که شعام رو تغییر بدن، آقای ذوالقدر رو جابجا کنن، آقای محسن رضایی داشون بره و عراقچی هم گفتن دیگه حق دخالت در مذاکرات رو تحت هیچ شرایطی نداریم. اصلا خود آخوند خرازی اومد گفت حرفای من هوش مصنوعی درست کردن، این حرفای من نبوده، اونایی هم که بوده تقطیع شده بوده. اصلا حرفای سران نظام همیشه تقطیع میشه، همش هم هوش مصنوعی. اما این هوش مصنوعی چه هوش مصنوعی پیشرفته‌ای بوده، هر چی گفته درست در اومده، داره عملی هم میشه. پس با این حساب بقیه حرفایی هم که زد درست بوده دیگه. مثلا گفتش که آقا از دفتر خامنه‌ای اومده بودن میخواستن صادق لاریجانی رو بکنن ولی فقیه. دیگه آقای صادق لاریجانی یه چک برای انقلاب نخورده، اما همه کاری کشور آره. تازه تا رأس درباری هم می‌خواست بره که خداوند در واقع آقای حاج آقا مصطفی ما گذاشت بعد دفتر آقا رفتن به سراغ صادق لاریجانی. آقای عراقی هم ظاهر بود، اصل کار صادق لاریجانی بود. آره دیگه، اینو که اصلا یه آخوندی به اسم آل کثیر از این دایناسورهای خبرگان گفت رفته بودیم تو قم یه سوراخی پیدا کرده بودیم که ولی فقیه انتخاب کنیم، 2 نفر اومدن از دفتر خامنه‌ای گفتن باید لاریجانی رو انتخاب کنیم. بعد یکی از این افراد که شرکتش در جلسه غیرقانونی بود 2 نفر رو به عنوان گزینه مطرح کرد، صادق لاریجانی و علیرضا عرافی. حضور او از نظر قانونی مشکل داشت، چون طبق قانون اگه قرار باشه فردی خارج از مجلس خبرگان در جلسه رسمی اون شرکت کنه باید مقدمات خاصی طی بشه. ببین چه خبره، خامنه‌ای میخواست مجلس و دولت رو یه دست کنه، الان معلوم شد تو بیتشون هم دعواست. حالا بابک بعد از همه این قضایا و این میخایی که کینگ مجتبی کوبید، الان پزشکیان تو چه وضعیتیه؟ پزشکیان الان خودش رو دوباره باز تعریف کرد، یا به قول امروزیا آپدیت کرد خودشو. آپدیت شده پزشکیان از زبان خودش میشنن. مگه من مسئول اینم که بگم بجنگن یا صلح کنن؟ رهبری تصمیم بگیره، به اصطلاح هر تصمیم ایشون بگیره ما تا آخر ایستادیم. تکلیف جنگ با دولت که نیست، هم در قانون با دولت نیست، هم در ادامش با دولت نیست. دولت جایی که میگه باید تدارکات بکنه. نه رئیسم نه جمهورم نه دوغم، نه در این وضعیت در حد بوغم، نه فکر نفت نه بر نه آب و گازم، نه فکر این نظام ناترازم. کی هستم و چی هستم خودم هم نمیدونم، من واسه ولایت مثل همه چی میمونم. ای بابا، این که رفته بود اون تفاهمنامه رو امضا کرده بود، بعد کلی یابو برش داشته بود، هی امضاشو نشون میداد، پوز میداد. آره چی شد پس اون؟ این امضای بد جوری زیر زبونش مزه کرده بود و خیلی باهاش پوز میداد، اما حواسش نبود اگر این امضای نون و آب داشت چرا قالیباف مذاکره رو انجام داد ولی امضا رو داد تو بکنی. انداخت گردن این. همه تو نظام الان دارن بهش حمله میکنن سر این امضا. این یارو آخوند خاتمی از خرچنگ نظام با چشم از حدقه در اومده گاوی، ببین چی میگه راجبه. که این روزها به دهان بعضیا خیلی مزه کرده، دم به دم سخنرانی میکنن صلح، پیام میدن صلح، میگن فقط صلح. خرچنگ ولایت که جای خود داره، الان بسیجی‌های دوزاری کف خیابون همین امضا رو میکوبن تو سر پزشکیان، اینجوری براش خط و نشون میکشن. بعضی ها داخل تصور کردن
که میتونن اون طرف حساب آمریکای اونها باشن، بیاد باهاشون ببنده و این مملکت رو بتونن با زد و بند با آمریکا اداره کنن. اینها خیال خامه. خیلی بزرگتر از شماها قبلا این تصورات رو داشتن، بعدن نمیدونم عاقبتشون کجا در حال فلان و بهمان و اینها رحمت خدا رفتن. این تصورات خام رو از ذهن خودتون دور کنید. خب بابک حالا بیا یکم بحث و فرامنطقه‌ای و فراقاره‌ای بکنیم. واویلا من تخصصم داخل کشوره دیگه، فرامنطقه ممکنه پایتون نتونم بیام. ببین پاسدار قالیباف فروردین امسال تو حساب ایکسش یه پستی رو منتشر کرد، خطاب به مردم آمریکا. گفت دلتان برای بنزین 4 تا 5 دلاری تنگ خواهد خودش شد. نوشته بود. آره. یعنی اگه می آوردی میتونست اون دیگه در هر حال حساب خودش بود. همون پست رو میتونست بخونه قالیباف. ببین حالا من میخواستم ببینم تو خبر داری که الان بعد از گذشت چند ماه دل مردم آمریکا برای بنزین 4-5 دلاری تنگ شده یا نشده؟ اینی که تو میگی تازه قالیباف توی ایکس تو فروردین تو ایکسش منتشر کرد. یکی از این بسیجی‌های زوار در رفته که اسمش هم کارشناسه گفته مردم آمریکا در بحت و شوک اقتصادی گرانی بنزین خواهند رفت. یک ماه پیش قیمت بنزین 2.9 بوده، الان شده 3.9. میانگینشو میگه. بله میانگین در کل میانگین یک ماه گذشته، میانگین حالا. قیمت سوخت گازوئیل هم چقدر؟ از 3.7 به 52 رسیده، یعنی بیشتر از 50% افزایش. این وضعیت مردم آمریکا رو دچار شوک کرده و حتی انجمن خودروسازهای آمریکا اعلام کرده بود که قیمت بنزین به طور میانگین توی آمریکا تا 35% توی 3 هفته از آغاز جنگ که هنوز تنگه هرمز داره مدیریت میشه، کامل واسه نشده، افزایش پیدا کرده. یعنی برگردیم به مطلب هفته گذشته. خب حالا با همه این اوصاف الان وضعیت چطوریه؟ بنزین تو آمریکا گرون شده؟ من اصلا مسائل داخل آمریکا رو دنبال نمی‌کنم، چون من که نمیخوام برم تو آمریکا الان بنزین بزنم، اما میدونم توی رژیم مسئله بنزین تعیین تکلیف شده. یعنی چی؟ یعنی ارزون شده؟ یعنی سهمیه‌ها رو برداشتن؟ یعنی کلا موضوعی به نام بنزین رو میخوان از رو میز مردم بردارن و مشکلات مردم رو حل کنن، به این ترتیب که تو اگه میخوای بری 30 لیتر بنزین بزنی باید کل ماشینت بفروشی تا بتونی پول اون 30 لیتر بنزین بدی. چرا اون وقت؟ چون که سقاب اومده گفته کفگیر به ته دیگ خورده و ما دستامون بالاست. امروز که ما کسری ناترازی مواجهیم، من دستام میبرم بالا نسبت به قبل که اون چند سالی، چند دهه‌ای که باید عمل میکردن و نکردن. پولا رو اولویت‌های دیگه خرج کردیم و کم کم کفگیر به ته دیگ خورده و پولی نیست برای خرج حمل و نقلمون میکردن. با این حساب ته داستان چی میشه؟ ته این تونلی که مجتبی توش مخفی شده چه خبره؟ بهتره جواب این سوال رو از زبون کارشناس خود رژیم بدیم که اتفاقا متخصص پیشگوییه. امروز خشونت انباشته شده داره بیشتر میشه در جامعه، یعنی احتمال ریختن بیرون مردم هست. حالا حداقل تو مرز امکان و احتماله. زمانش رو نمیدونم بدم چون قول شرف دادم زمان ندم، ولی محدودش فکر میکنین که فتنه ها که تو راه روزگارش سیاهه، عاقبت نظامش هم مثل نظام شاهه. میدونه زه بخوره کله میشه، مشکلش هیچ رقمه حل نمیشه. شبا هی خواب میبینه آتیش توی میدونا، خودش هم زار میزنه افتاده تو خیابونا. بابام بابا. امیدوارم حکایت این هفته کامنت هم مورد توجهتون قرار گرفته و به قول شاعر هرچه گفتیم جز حکایت دوست در همه عمر از آن پشیمانی. و این شد، به این میگن بیت تراز. خیلی به جا اومدی. حافظه که نداشتی شروع کنیم، من اختتامیه رو با شیخ عجل سعدی تموم کردم. درود. خدا نگهدار همه شما.